خب میکروفون چقدر بالاست؟ سعی کردم ایراد رو پیدا کنم و تا جای موفق بودم. خب یه کاری که میشه کرد، این ویدیو قرار راجع بابل سورت هم صحبت بکنیم. خب پس در جریان باشین. ویدیو آخر راجع بابل سورت میگم و همین. چون داریم بیشتر از تایم کلاس کار میکنیم، این تایم کلاس من 1 ساعت و نیمه، من یه 40 دقیقه یه 7 دقیقه اینم که یه نمیدونم این 40 دقیقه نشه، یا امیدوارم نشه. خب یه کاری که میشه کرد اینه که من بیام چیکار کنم. من بیام یه حلقه وایل بنویسم بالاش یه حلقه وایل بنویسم و داخلش بذارم که تا وقتی که، یعنی از حلقه فور استفاده نکنم. خب مشکل با حلقه فور اینه، فهمیدم این که آقا این الگوریتم کار میکنه، ولی با وقتی که مساویان سایز دوتا وکتور یا اولی سایزش کوچیک‌تره این کار نمیکنه. خب اصطلاحاً تموم میشه اولی و دومی میمونه. بخوایم الگوریتم اینو بهبود بدیم دیگه بهتر از این حلقه فور استفاده نکنیم و بریم سراغ حلقه وایل. خب بعد من اینجا میگم که i dot size، این سایز تا وقتی که i کوچکتر از سایز a هست و این جفت شرط ها باید درست باشن، j کوچکتر از b dot size، سایز b هست. خب اینجا هم باید البته اینو اضافه کنم. خب بعد چی کار میکنیم؟ بعد ما شرط های قبلی خودمون رو سر جاش داریم، اینا رو سر جاش داریم. فقط من فکر میکنم آره میمونه، تهش میمونه. بعد اینجا دوباره یه وایل دیگه اضافه بکنم، 2 وایل فکر کنم بخواد a کوچکتر از a dot size و c dot pushback و این هم که باشه i plus plus. الان میفهمین چی کار شده. y to j و این هم اینجا. چیکار کردم خطا داد؟ no magic function for call. آره خب من چون دارم پوشبک میکنم به C، بذاریم ببینم. خب آره C داد پوشبک، اینجا حواسم نبود اینو اضافه بکنم و اینم که چون این خالیه ارور میده، چون اون طرف داخل تعریف های C++یه. خود تابع پوشبک میگه که مقدار لازم داره، واسه همین میگه که باید مقدار داشته باشه. اون طرف که مثلا تابعش یه جای دیگه تعریف شده میگه نیاز مقدار هست. بعد من فکر میکنم همش همینه. این 2 وایل واسه اینه که اگه چیزی ته اینا موند، خب مثلا یکیشون زودتر تموم شد، اون یکی دیگه هنوز داره. خب من یه فکری کنم. آره دیگه، چون آی ما مثلا میرسه به ته مثلا وکتور آ. خب اگر مقداری از وکتور آ هنوز مونده باشه، یعنی تا وقتی این وایل برقراره که آی من کوچکتر از آ دات سایز باشه. خب یعنی از سایز وکتور من کوچکتر باشه و اگر واقعا کوچکتر باشه وارد حلقه وایل میشه و همه اونا رو تهش رو کپی میکنه داخل سی. یعنی اون
ارزم به حضور شما سی و اینجا ما اینو نیاز نداریم دیگه، سیگار سایز نیاز نداریم چون داریم از وایل استفاده میکنیم. فکر میکنم این جواب بده. من اینو هنوز تا حالا چیز نکردم، هنوز 5 دقیقه است ضبط قبلی و قطعش کردم و قرار به این برنامه بابل سورت هم اضافه بکنیم که خودش برای ما مرتب کنه 3 و اینتر المنت 0 4. خب داشتیم از قبلی که 4 5 6 1 3 7. آخری رو پرینت نمیکنه. چرا آخری رو پرینت نمیکنه؟ ولی این جواب فهمیدم. آخری رو پرینت نمیکنه چون من دارم اینجا احتمالات یا مشکل از اینه. خب بعدش هم که من دارم اینو با بیداد سایز مقایسه میکنم، با آداد سایز مقایسه میکنم، باید با این با جی اینا مقایسه بکنم. این کلا اشتباه فنی من بود، خیلی گنده بود، ببخشید. دیگه این دفعه باید کار بکنه. 4 5 6 1 3 7 دقیقا کار کرد و هرچی که باقی مونده مثلا یکی از تابعا باشه میاد و اون رو کپی میکنه تا وقتی که آیش کوچکتر از یا مثلا جیش کوچکتر از سایز اون وکتور باشه. پس این کامل تره، یعنی این برای وقتی که مثلا یکیشون کوچکتره، یکی از وکتور کوچکتره یا مثلا مساویان، این جواب میده. بریم سراغ بابل سورت. بابل سورت من دوباره کدش رو اینجا می‌نویسم. بابل سورت میخواین توی ویدیوی بعدی بگیرم، اینو فعلا کات بکنم اصلاحیه ویدیوی قبلی، اونو ویدیوی بعدی میندازم.